ای بی‌ادبایه، چه یگان جای بازی ندارن مگر؟ دیریزه نمیدونم تو پس بیرون اومد باید جوشینی نمیشه من نشکستم آخی این دختره چیو تو بازی هشی چی نشکستی تو در دستی تو کو این دیریزه که شکست نمیدونم تو نشکستم رفتم اما در آفتابی سرم درد کرد اینجا بیو گرسنه موندم اینجا بیو انا بعد پول هم آوردم ناس حالا بر وقت سچش؟ نمیدونم گوش کن اگر تو بگوه کار میکردی از این هم زیاد پول کار میکردی فهمیدی؟ رو آخه گرسنه موندم حالا روز در روز رو بچین رو خیر بیروی این روز روزی فراموش نشونده و آرزوی دل هر یک مادر است. ای همون روزی که قدمش به همون خانه ماند خوشدامانش هیچ با او معامله خوب نداره. او زینب در پیش موت ارکه بود. نازمزی او را توقع موت خود ببرد. همین زندگی در خونه شما در جانم زد. نافهمایی ها در آیله. من یرود نمیگیرم تو را یاد میتونم. اگر خواهی که آرامانه زندگی کنید در این خونه یا من میستم یا چپ. همه آن آرزوهای دل مادر تا کجا عملی می شود وقتی که از خواسته ها احترام نیست. من طاقت دیدن اشکریزی زینب ندارم. برای من هموچم عزیزه. هیچ همین زنی لعنتی نمرد که جان دختری من خلاص بشه. زینب او خب اگر در آمدگاه خونه خوشدامانم پر شدم رشته گریبنده باشه در پشت ستون